داستان همدلی با دیگران به کودکان. بچه‌ها در حال فوتبال بازی کردن هستند. مانی کنار دیوار ایستاده و فقط نگاه می‌کند. سامی بلند می‌خندد و می‌گوید سامی، باز این مانی داره نگاه می‌کنه. فکر کنم توپ واسش خیلی ترسناکه. خانم مهر از بچه‌ها می‌خواد درباره احساسات دیگران فکر کنند. بعد میگه گاهی باید کفش‌های کسی رو بپوشی تا بدونی چرا اونجوری رفتار می‌کنه. سامی به حرفش فکر می‌کنه ولی هنوز متوجه نشده. سامی خواب می‌بیند که جای مانی است. او در کلاس تنها نشسته، کسی با او بازی نمی‌کند و همه او را نادیده می‌گیرند. او می‌خواهد چیزی بگوید ولی صدایش در نمی‌آید. حس ترس و تنهایی دارد. سامی مانی را می‌بیند که تنها راه می‌رود و کفش‌هایش کهنه و پاره هستند. متوجه می‌شود شاید مانی برای اینکه کفش درست و حسابی ندارد توی بازی‌ها شرکت نمی‌کند. سامی ناراحت می‌شود. سامی با لبخند به سمت مانی می‌رود. مانی، امروز می‌خوای با ما فوتبال بازی کنی؟ من می‌خوام تو تیم من باشی. مانی تعجب می‌کند، لبخند می‌زند و آرام آرام بچه‌ها به سمت آنها می‌آیند. بچه‌ها با هم می‌خندند و بازی می‌کنند.